ایران بهشت میشد اگه این دختر از ایران نمیرفت. جوانترین وزیر تاریخ سوئده. چندی پیش نخست وزیر سوئد دختری 26 ساله و ایرانی تبار به نام رومینا پورمختاری رو به عنوان وزیر محیط زیست و اقلیم کشور منصوب کرد تا اون به جوانترین وزیر تاریخ سوئد تبدیل بشه. رومینا پورمختاری اصالتا از آذری‌های تبریزه و از یه پدر و مادر ایرانی سال 74 توی استکهلم سوئد متولد شده و به زبانهای فارسی، آذری، سوئدی و انگلیسی مسلطه و همین باعث رشدش توی سیاست سوئد شده. رومینا از طریق پدرش به سیاست علاقمند شد و در دانشگاه نیز رشته علوم سیاسی رو انتخاب کرد. اون در نهایت با عضویت در حزب لیبرال به ریاست شاخه جوانان این حزب انتخاب و الانم وزیر شده. زن و مردامون تو دنیا اباحت دارن، به احترامشون لایکو بزن. خب